کودکان آینده آسوده و آباد هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت به شمار می روند و آنها بخت و سعادت روزگار هر یک پدر و مادر می باشند. در تالار خرد کوی فرهنگ بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان از جانب تشکیلات نور امید در همکاری با مرکز توانبخش رخشان و نمایندگان تشکیلات بین المللی مثل شرق چاره‌بینی دانه برگزار شد. در چاره‌بینی هنرهای دستی کودکان امکاناتشان محدود به نمایش گذاشته شده بود. سخن تبریکاتی مدیر شعبه کار با زنان و والی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین شادی و روز ماه آغاز بخش چاره‌بینی گردید. روز یکم ایون در کشورهای جهان همچون روز بین المللی حفظ کودکان تجلیل می‌گردد که تاجیکستان نیز از شماره چنین کشورهاست. نخست از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین فرارسی روز بین المللی حفظ کودکان را به کل کودکان و نورسان تبریک و مبارکباد نموده برای آنها دوران سعادتیاب نورسی، آرامی و آسودگی و خنده جاودانه بی‌غش طفلان را تمنا دارم. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نموده بودند ما باید تمام دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را منبع نیز به رشد دولت صاحب اختیارمان و وطن اجدادیمان روانه کنیم، کشور محبوبمان را پیشرفته گردانیم و برای نسل‌های آینده یک ملک آباد میراث گذاریم. واقعاً کودکان آینده آسوده و تابان هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت به شمار می‌روند و آنها بخت و سعادت روزگار هر یک پدر و مادر میباشند. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک عائله خوشبختی و اقبال نیک می‌آورد. از این رو تنها سعی و تلاش دستجمعانه و مشترک نهادهای دولتی و هر یک شهروند مملکت میتواند به زندگی فرزندان کشور خوشبختی و آرامی و آسودگی بخشد. تنها نباید فراموش کرد که برای رشد همه‌طرفه کودک و انتشار جسمانی و ذهنی و فضای آرام و آزاد، محیط پرمحبت و احساس غمخوری نسبت به او لازم است. آینده جامعه در دست کودکان است. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند ما را وادار می‌نماید که کودکان را چون گوهر چشم احتیاط نماییم، نسبت به کمال رسی آنها چون انسانی کامل و دارای دانش و معرفت و چند مسئولیت شناس باشیم. با تمنیات آن که کودکان ما همیشه سربلند و سعادتمند و وارثان ارزنده وطن خویش باشند، باری دیگر عید کودکان را به همه شمایان مبارکباد میگویم. بگذار همیشه در لبان کودکان شما تبسم، خنده و ویدا باشد، چهره‌های آنها دائما درخشان باشد و دلشان سرشار از مهر و محبت و سعادت زندگی باشد. من امروز خیلی خوشحال هستم که تشکیلات جمعیتی نور امید چاره‌بینی رو بخشیده به روز کودکان تجلیل نموده ایستادند که این تشکیلات یکی از تشکیلات‌هایی میباشد که پیوسته غمخواری میکند با سرور عطیه سلامت و همه کارمندانشان همیشه کوشش می‌نمایند که با شما نزدیک باشند. من به تشکیلات عطیه سلامت نور امید از نام مقامات اجرایی محلی دولتی شهر مینت‌داری بیان می‌کنم و امروز مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین نیز نسبت شما غمخواری ها ظاهر کرده ایستادند. بار دیگر به شما مادران عزیز این روز عید فرزندانتان را شادباش میگویم. بگذار در خاندان شما تاجیکستان امروز آسمانی صاف دارد، فضای آرام دارد، طفلکان ما در یک کشور آباد و زیبای آرام امروز زندگی میکنند، آرامی باشد، فضای سالم باشد و شما مادران عزیز در سر فرزندانتان همیشه صحت سلامت باشید.
نماینده تشکیلات بین‌المللی میس شرق در تاجیکستان گنجینه زردادخان و مقصد فعالیت تشکیلات را در پنجکن مختصر بیان نموده و تشکیلات جمعیتی نور امید برای راه اندازی اقدام نجیب اظهار سپاس نمود. من میخواهم از جانب تشکیلات بین‌المللی میس شرق همه شما را به این معرکه خیر مقدم گویم و میگم که خوش آمدید و فرارسی روز بین‌المللی کودکان برای همه ما مبارک باشد. همه کودکان ما، هر یک طفل، هر یک کودک در یک فضای سالم اجتماعی، در یک جامعه سالم، در یک جامعه فراگیر به وایه رسد. چه خیر آنها به وایه میرسند، این از همه ما، از تشکیلات ها، از پدر، از مادر، از والدان، از چنین فعالان جامعه وابستگی خیلی زیادی دارد. و باز من میخواهم از نام تشکیلات بین‌المللی میس شرق و از نام سرپرست لایحه‌ای که امروز در ولایت سوغد در شهر زیبای پنجکن ما این لایحه را پیاده گردانده ایستاده‌ایم و هدف اساسی این لایحه این برپا کردن یک جامعه فراگیر، یک ابزار اجتماعی سالم، طریق دستگیری نمودن شخصان و علل خصوص کودکانی که امکاناتشان محدود است. و سرپرست این لایحه این وزارت کارهای خارجی دولت دنیا هست و من میخواهم از نام سرپرست، از نام تشکیلات بین‌المللی میس شرق پیش از همه به مقامات دولتی شهر پنجکن اظهار سپاس و منتداری خود را بیان نمایم که از این لایحه همه وقت دستگیری میکنند و اینچنین در روی اینها و مقامات اجرایی ولایت سوغد نیز میخواهم سپاس تشکیلات را اظهار نمایم و عموما به حکومت تاجیکستان که تشکیلات را همه وقت دستگیری میکنند و تشکیلات امروز که در تاجیکستان فعال است محض با دستگیری حکومت تاجیکستان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت محلی فعالیت میکند و به هم موفقیت هایی که ما نائل میگردیم هر روز، همه آن دستاورد هایی که ما داریم این شاهد همین همکاری سالم است، یعنی همکاری که در سطح لازمه قرار دارد. و من باز میخواهم اظهار سپاس نمایم به شریک محلی تشکیلات و تشکیلات جمعیتی نور امید و اپای سلامت شخصا و به همه آن فعالانی که در تأسیس دادن گروه‌های والدان کودکان امکاناتشان محدود در شبکه‌ها و اساتید والدان گروه‌های کاری، همه آن ولنتیرها اختیارکارانی که امروز در تشکیلات جمعیتی نور امید کمک خود را می‌رسانند، همه وقت حاضر هستند و برای برپا نمودن چنین معرکه‌ها سهمگزار هستند و در پیاده نمودن لایحه پیش از همه در دستگیری نمودن کودکان امکاناتشان محدود سهم می‌گذارند. تشکر گویم و امیدواریم که همکاری‌های ما با حکومت محلی، با حکومت ولایت، با حکومت جمهوری و با تشکیلات‌های جمعیتی که در سطح محل فعال هستند همکاری‌ها باز هم وسعت می‌یابند، باز هم سهم‌گذاری ما در دستگیری نمودن این قشر آسیب‌پذیر جامعه زیاد می‌گردد. تشکر زیاد. کودکان امکاناتشان محدود عضو پیوسته جامعه امروزی ما میباشند. دستگیری، کمک و مساعدت به حیات هر روزی آنها وظیفه جانی هر یک شهروند با وجدان و صاحب اندیشه میباشد.
سپس برنامه رنگارنگ با اشتراک کودکان مرکز توانبخش رخشان و مؤسسه دولتی مصلحتگاه پسیخولوژی طبی پداگوژی صورت گرفت. درود و هم سلام ما، صفا و هم کلام ما برای حفظ کودکان، نثارتان پیام ما. سلام به مادران جان، به خواهر و برادران، سلام قلب پاک ما به همدمان و وارثان. درود ما، سلام ما به مردم بننگ و آر. درود بر روز کودکان، به صدر ملک تاجیکان. درود و احترام ما به بابا جانمان امام علی رحمان. شما عزیز و مهربان، شما محب کودکان، سزد که در سال دیگر کشاید کاخ کودکان. ما کودکان مرکز توانبخشی رخشان یک چاره‌بینی فرهنگی فراغتی اینکلوزیوی را آماده نمودیم و می‌خواهیم برای شما پیشکش نماییم. ما کودکان این زمان فخر داریم در آن که خوشبخت دورانیم، آینده ساز تاجیکستان.
زیبایی خود را نمایش دهیم بچه ها. افسانه های ما بچه ها افسانه زرگوشکی دو زن مرحمت کردن تماشا کنیم. بوده است نبوده است یک بابای دیخکن بوده است. بچه ها السلام علیکم. بچه ها کام زنید انا امروز ایدتون بوده است. ایدتون تبریک بچه ها. بچه ها بابا در نزد حقلیش سبزی و کارتوشکا و انا کارا میکنید است. انا با بازار برده فروخته انا گوشته که گیرده بعد یک چه انداخته بعد به خونچه می انداخته است. خیر هرچی بادا باد همه در رویم دم میرم ولی فرامین سبزوات ها رو برده فروخته گوشته خریده میارم. همین بابا و خانمه دارم میخواهد که کم ترک دم گیرد. در همین وقت زرگوشکی بلوچه برآمده همه پالت رو بیرون کرده دوستی میکند. چه خیلی کرم‌هایی با مزه. همین در زرگوشه کرم‌ها رو خورده پالت رو بیرون کرده میخواهد که گریزد. این لعنتی بچه ها پارزی مرا ندیده ایدی که بیرون کرد. زرگوشکو لعنتی همینه میپرسیدی من به تو میدادم لیکن حالا دست و پایت رو بسته انا از همین پشمانت تلپک کرده از همین گوشته چیزه کرده میخورم. من دست و پایت رو بسته اینجا نشسته نیستا حالا رفتم من خبر رو آورده انا گردنت رو گویم میگیرم. همین بابا و سراغ خبر رفته زرگوشک را دست و پایش رو بسته در نزدیک انا خالیش میگذارد. همین در سربچه از پیش زرگوشه میگریزد. در همین وقت انا خاله سعادت انا همسایه می آید. زرگوشکو تو خاندان رو بودی برای چی تو گریه داری؟ من با پلیسی با مادر آمده دوستی کردم. دوستی کردی؟ دوستی کردم که من دست و پایی تو رو میگشایم لیکن یک شرط دارم. شرطی من چنین است تو با بچه ها وعده بگی که دیگر دوستی نمیکنی. من وعده میگیرم که دیگر دوستی نکنم. انا بچه ها دیده زرگوشکی ما وعده داد که دیگر دوستی نمیکند. دست و پایش رو گشایم بچه ها. دست و پایش رو گشادم. تیزتره انا تو بابا نبیند. این همسایه اگر فهمد که دست و پای
ана саргӯшакро мекушояд. این زرگوشک کجا رفته است؟ بچه ها زرگوشکی مرا ندیده ای؟ نه همسایه میگویم کی؟ زرگوشکی مرا ندیده ای؟ همسایه دست و پای زرگوشکتان را کشاده نجات دادم. وای دوستی کرد آخر وای دوستی کرد. همسایه بیاید زرگوشک را از گناهش گذاریم. وی به بچه ها وعده داد که دیگر دوستی نمیکند. خب با بچه ها وعده داد. بچه ها زنه که همسایه دروغ نمیگوید. خب این ترکی باشد همسایه بیاید یک پیاله چای بنوشیم. حمیتا بابا از کذبش انا فرآمده و خانه با همسایه‌اش می‌درآید. بچه ها افسانه ما به شما معقول شد؟ آفرین بچه های عزیز و شما تن صحت خاطر جمع آرزو داریم. میخواهیم که بچه های سالم و پایه رسیده و پدر و مادرتان مددگار باشد. خیر بچه ها. صاحبکار مفتون جوراєв کودکانی زیبا با روز بین المللی حفظ کودکان شادباش نمود. من شخصا از نام خودم از نامی نماینده‌های تشکیلات گروه کوری که امروز در نزد تشکیلات نور امید تشکیل کرده شده است، هر یک شما دوستانه که در همه جا قرار دارید تبریک و مبارکباد گفتم و هر یک شما دائما سلامتی، خانه آبادی، محبت الهی نصیبتان گردد. انمون خنده های شما، انمون چهره های شما عزیزانی که در اینجا اشتراک دارید یک اون در قلب ما هست میماند و ما دائما در برای شما هستیم و دائما آماده هستیم که برای شما خدمت کنیم و پای در پای در تمام ایدهایی که در آینده میشه خداوند با همراهی گروه کوری که در نزد تشکیلات نور امید تشکیل کرده شده است پیوسته چهارمینی ها را تشکیل کرد. برای خرسندی شما، برای خرسندی همه مادرانی که در همین تالار قرار دارند خدمت خواهیم کرد. در چهاربینی برای 50 نفر کودکانی امکاناتشان محدود شهر و دهات پنجکند تحفه از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، نمایندگان تشکیلات بین المللی میس شهر و تشکیلات جمعیتی نور امید سخنی تبریکاتی نماینده تشکیلات بین المللی میس شهر علی سینا انجام بخش چهاربینی گردید. همه شما کودکانی مهربان، طفلکانی زیبا را با روز بین المللی حفظ کودکان صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به هر یک شما از درگاه الهی سلامتی و ایام شیرین کودکی را تمنا داریم. برنامه را به شما آماده و پیش